نماز بخوانیم تو را عبادت کنیم، یه لحظه هم باشم در همین دنیا تو را عبادت کنیم. زندگی مقصود بهری بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی است. زندگی که باشی زنده که در دنیا نامت زنده است، وقت عبادت و بندگی خدا تو مرده ای زندگی تو مردگیت خوبتره. که نباشی در این دنیا خوبتر است که گناه زیاد میکنی، یک دقیقه گناه جوابش گفتن نمیتونی در پیشگاه خدا، یه لحظه اینه گناه جوابش گفتن نمیتونی، با سالهای سال گناه کنی چی میشه حالت. دویم صفت انسانی بعد از عابد شاکر. سوم صفت انسانی صابر، باید صابر باشیم. صابر یعنی چی؟ بسیار صبر کننده باشیم. مصیبت بالامون میآید باید صابر باشیم. پدرمان میمورد، برادرمان میمورد، مادرمان میمورد، فرزندمان میمورد، جگر بند میکنه خداوند، باید بسیار صابر باشه. مولانا الیاس رحمت الله علیه یکی از اولیاهای دیوبند است. میگه که دیوبند هندوستان عادتا اولیاها دوستای خدا به خاطر لقمه حلال یابیم گفته میرفتن در همون بازاران مزدکاری میکردن، همین روزه رزوشن میادن به پگه کار نداشتن. مولانا الیاس در بچه 10 ساله داشت نماز در باب صبر، این چیزی که من میبیارم حجت برای صبر است. میگه وقتی که مولانا الیاس از بازار بازگشت آمد خانهش، طهارت کرد، وضو گرفت، خواست که مسجد بروه. بچه که 10 ساله داشت قطیش گفت بابا کجا میری؟ گفت که من برای عبادت و بندگی خدا مسجد میرم. گفت بابا منم میرم. گفت من مسجد میرم. گفت مسجد یعنی چی؟ گفت خانه خدا. گفت بابا منم بقدر خانه خدا میرم، منم مسلمان هستم، از پدری مسلمان شدگیم، منم اجازت بده برم خانه خدا، خدای خودم عبادت کنم. گفت بابا بچم، گفت تو یاش هستی، جوان هستی، الان حالی بیست کلان شدی بعد میری. گفت نه بابا من اجازت برم با تو. خلاص جوان 10 ساله بچه هیچ راضی نشد با همین بابا. همین روز نماز ظهر در رفت، نماز پیشین بود. آمد وقت مایی که مسجد دید که با انداوا و لای خاک و بالاش با برگ خرما و خس و خاشاک پوشیده. گفت بابا یک کجاست؟ گفت مسجد، خانه خدا. گفت تو گفتی خدا بزرگ است، مگر خانه‌ش هم این است؟ باید خانه خدا هم بزرگ باشد، خانه خدا قصر باشد. این چگونه خانه خدا است؟ او چه خدا است که خانه‌ش از لیف خرما پوشیده شده است، بام ندارد، ستم ندارد، اما لای انداوا؟ گفت بچه جان، ما این عالم هستی همه مال خداست، ما در همه خانه با تواضع خدا را عبادت میکنیم. بچه چه رسمی زد در درون این قلب این بچه، عشق الله جوش زده است. پدر احساس نمیکنه که بچه عاشق الله شده، لیکن احساس نمیکنه. گفت بابا، گفت برای من لای اندوای خانه در کار نیست، برای من این ملا و ملا بچه ها در کار نیست، برای من تو در کار نیستی، صاحب خانه را بر من نشان ده. گفت که بچه‌م صاحب خانه را دهید، اینا به چشم بصارت دیدن نمیشه. آخر چشم من تو لایق نیست که در این جهاز خدا را ببینیم، او خدا را در جنت میبینیم. گفت نه، گفت من باید خدا را ببینم در درون خانه. اگر این خانه خدا باشد باید بیایم مهماناش پذیرایی بکند. چرا میگه خدا نیست؟ چرا میگه خدا را نمیبینم؟ مرا حرکت کن که خدا را نشان تی ببینم. امام حی آمد گفت که بچه جان، گفت بابا تا غم نته. گفت بس، گفت نماز پیشینه بخونیم، صاحب خانه میام یه زیارتش میکنیم. بچه کمتر سکونت کرد، یعنی آرامیش بچه را فرا گرفت. نماز پیشینه خواندن، از آن گفتن سنتا را خواندن. وقتی فرض خوانید خداوند جبرائیل فریاد زد، گفت جبرائیل خودت سریعتر در همین مسجد بگیر. گفت پشت جوان ده بیست. گفت این بچه حق عاشق من است. گفت این مردم عامه نفهمیسانه که عاشق من است. عشق و محبت خدا در دلی بچه جوش زده، چشمه محبت جوش میزنه، اما اینو احساس نکردن. خطا پشتی بچه ده بگیر. گفت وقتی امام گفت رکوع میرود از قیام، اینا همه رکوع میکنن، سمی الله لمن حمیده گفتند، تو پرده ها را یعنی مکن، این بچه از همه جمال مرا تماشا بکند. گفت جبرائیل امین سریعتر آمد نزد جوان ایستاد. وقتی که امام رکوع کرد، سمی الله لمن حمیده گفتند، جبرائیل پرده ها را یعنی کرد. بچه جمال الله هده چه رس زد، مار بچه باری پیچیدن گرفت، داد و فریادش زیاد شد که امام الله اکبر گفت، سجده در رفت. خداوند ملک الموت فرستاد، گفت این بچه را گفت روحشو بگیره راست پیش من بیاره. گفت این عاشق من باید زمین ده نیستد، باید پیش من بیارش. بچه حق در سجده خدا قبض روح کرد. نماز تمام شد. مردم بیچاره مولانا الیاس هر چی گفتن که کودک کجا آوردی خوابش برد، اندک جمعانه که بچه افتید
در درون نماز یکم رکعت نماز جان به جانانه تسلیم کرده بود. مولانا الیاس داد نگفت، فریاد نکشید، جنگ به خدا اعلان نکرد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. پروردگار این بچه را بر من فرزنده که در من دادی نعمت تو بود، من هزار شکر میکنم که در من نعمت 10 سال قطعی من بود، اکنون امروز در کاش تو گرفتی، من شکر نعمت میکنم. تو اگر بچه من به بندگی قبول کرده باشی من این بچه را دادم دته. به همین غسل کردن، بچه را کفن کردن، جنازه کردن، دفن کردن، به قبر ماندن. مولانا الیاس گفت که بازگشتم بیگه، نماز خفتن خواندم، خانه آمدم، سرم در بالش ماندم، شمه همون غنابم برد بسیار، نه یک چشمم به مژگانم با هم چسبیدم برابر که خواب دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان قیامت نشسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم در خواب، پسر بچی من در بالای زانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته است و در دست یک خوش خرما از همین خرما میکند دهان رسول صلی الله علیه و لقمه میماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که مولانا الیاس وقتی جگربندی تو را کندن آوردن زیق شدی، داد و فریاد کشی؟ گفت نه یا رسول الله، من داد و فریاد نکردم، من شکر نعمت به جا آوردم، هزار شکر که خدا بچی منو به بندگی قبول کرد. گفت که رسول صلی الله علیه و سلم گفت مولا زیق نشو، الان پسری تو با خدا رو پرو صحبت دارد. گفت همون زمان بیدار شدم، سر در سجده خدا ماندم، خدا را شکر و نعمت کردم، شکر یعنی من موت بچم کردم، صبر کردم، شکر صبر کردم که خداوند با صبر کردن من بچی من را به بندگی قبول کرده، الان با خدای خودش صحبت داره. بنابراین صابر در مصیبت باشیم، شاکر باشیم، عابد باشیم، صابر باشیم در برابر این سه نعمت. چهارم نعمتی که خصلت انسانه باید ذاکر باشیم. ذاکر یعنی ذکر خدا بسیار بگیم. برادران عزیز ذکر به حد بسیار بگیم، صلوات بر رسول صلی الله علیه و سلم بسپاریم، ذکر خدا را بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. ای کسانی که ایمان آورده ذکر خدا را بسیار بگید. شما میدونید که اولیاء، دوستای خدا، کلانزاده ها، پیرا و پیرزاده های ما همه اهل علم و اهل مقصد که تقوا و اهل ذکر و اهل کرامات به چی درجه بالا رفتن رسیدن. شما ایرا میدونه یگانه چیزی که این بزرگا را به این مقام بالا آورسونه یک تقوا دیگر ذکر است. یک تقوا دیگر ذکر زیاد کردن انسان برده به خدا میرساند. حضرت حسن بصری رضی الله عنه به کوچه های بصره میگذشت، دید که سگ ماده زایده در کوچه 7-8 همون سگ بچه سینه هاش هم کیسه زده، چنان همین سگ گشنه که حساب نداره. حضرت ای بازار یک لقمه نان آوردن برای مهماناشان، یا گوشت قاق بود یا نان بود آوردن، دیدن که همین سگ نیمش در سایه نیمش در افتا، دیگر قوت نداره که باقی ماندهش هم کش سایه بیاره از گشنگیه. کودکاش بود همون افتا و مکیسا دیانشه، نگاه کرد گفت الهی اینم مخلوق توست، منم مخلوق تو هستم. گفت همین گشنه بیو همین نانکما ده همین بوتم بخره. همون نانی ای بزرگ خردگیش میده کرد دهنی سگ مان، میده کرد دهنی سگ مان، میده کرد دهنی سگ مان، سگ خورد، سر کرد، آخرا لقمه هم که خورد فوکش بلند کرد به طرف پروردگار، یک الجا که کشید، یه صدای خوش که یک بلند کرده الجا کشید. مردم تعجب کردن، گفتن ای اولیا دوست خدا این سگ چی گفت؟ حسن یک تبسم کرد و گفت که همین سگ به طرف خدا دعا که گفت بارا الها حسن را بر هر جایی که میخواد به مقصود برسان. گفت همین سگ به طرف خدا مواجه شد، دعاش همین بود، پروردگارا حسن را بر هر جایی که میخواد از مقام بالا بر همون مقام ولایت برسان. حسن بصری میگه که من به دعای سگ خداوند آورد به اوجه رساند. او مخلوق خداست. اولیاء را بین کاراشون برادرای عزیز. بنابراین لحاظ همه حالت من و شما باید دست به دست خدا بتیم، دست در دامن